سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 9 ایون. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی زیر عنوان آب برای حیات شروع شد که در آن 1500 نماینده از بیشتر از 100 کشور جهان شرکت کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست گفت با وجود آنکه تاجیکستان ذخیره‌های بزرگ آب و انرژی آبی دارد، ولی مردم زیاد کشور هر زمستان از نیروی برق محروم می‌شوند و این وضع برای تاجیکستان قابل قبول نیست. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل نیز در این نشست گفت ممکن است نارسایی آب در آینده به یکی از خطرهای بزرگ برای انسانیت تبدیل یابد. استفاده با ثمر و احتیاج صدها میلیون نفر انسان به آب در سراسر جهان از موضوعهای اصلی صحبت در کنفرانس بین المللی دوشنبه بود که این کنفرانس شام 10 ایون به پایان رسید. و در حاشیه همین کنفرانس بین المللی آب در شهر دوشنبه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل ملاقات کرد. در این ملاقات گفتند که مؤسسه‌های سازمان ملل در اصلاحات معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی و عرصه‌های دیگر تاجیکستان در مدت 5 سال اخیر با ارزش 346 میلیون دلار طرح‌های گوناگون اجرا کردند. بان کی مون بعد از این ملاقات گفت مسئله حقوق انسان را نیز با مقامات تاجیکستان بررسی کرده است. پیش از این ملاقات دیدبان حقوق بشر، یک سازمان معتبر حامی حقوق انسان در امریکا، گفت قبل از سفر بان کی مون از او رسما خواستند قضیه‌های زید سعیدوف صاحبکار زندانی و شهرت قدرتوف یکی از وکیلان او را با امامعلی رحمان در میان گذارد. زید سعیدوف به 26 سال و شهرت قدرتوف به 9 سال زندان محکوم شدند، ولی پرونده هر دو را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند 4 زنی را که برای تنفروشی قاچاق شدند به کشور برگردانیدند. در این باره زمرت سالی و یکی از نمایندگان وزارت امور داخلی روز 10 ایون ضمن یک همایش در موضوع مبارزه با قاچاق انسان در دوشنبه خبر داد. در طول 12 ماه سال 2014 8 قربانی قاچاق انسان را از امارات متحده عربی بازگردانیدیم. در طول 4 ماه سال 2015 از امارات متحده عربی 4 نفر از قربانیان قاچاق انسان را به تاجیکستان برگردانیدیم. به همه آنها سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان‌های غیر حکومتی کمک‌های گوناگون رساندند که این سازمان‌ها مخصوص با قربانیان قاچاق انسان کار می‌کنند. با گفته مقامات و حامیان حقوق، گروه‌های جنایی عمدتاً دخترانی از 16 تا 24 ساله را که دانش کافی دارند از راه قزاقستان و روسیه به کشورهای عربی بردند. در مجموع سال گذشته 25 مورد قاچاق زنان و دختران به خارج کشور ثبت شده است. فرهنوش دولت و یک نورس 16 ساله ساکن دوشنبه کتابی را با نام داستان مرد خدا نشر کرد که یک نوع زندگی نامه بابایش است که او سپتامبر سال گذشته درگذشت. فرهنوش به رادیو آزادی گفت از بس که بابایش را بسیار دوست می داشت و او را زود از دست داد، برای گرامی داشت خاطره او به نوشتن کتاب شروع کرد. فرهنوش می گوید هرچند کتاب نوشتن آسان نبود، اما او از رأیش نگشت. هرچند که در مکتب بودم هر روز به درس می اومدم، بعد از درس به خانه می رفتم، هرچند که مونده بودم ولی قلم به دست می گرفتم و می نوشتم. بابای فرهنوش مصطفی دولتوف صاحبکار تاجیک، رهبر فابریکه شیرین، ماه سپتامبر سال گذشته درگذشت. مصاحبه کامل با فرهنوش در وبسایت رادیو آزادی هست. و تیم نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان موافق تقویم سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2016 نخستین بازیش را 16 سپتامبر با تیم عراق انجام می‌دهد. فوتبال بازان نورس تاجیک روز 18 سپتامبر با تیم ترکمنستان و سپس روز 20 سپتامبر با تیم قطر رقابت می‌کنند. تمامی بازی‌های گروه سی که تاجیکستان در آن است در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار می‌شود. مرحله نهایی قهرمانی نورسان آسیا سال 2016 در هندوستان صورت می‌گیرد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.